الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، امروز هم که باشد در یک مسئله که در ماه شریف رمضان بسیار برادران بر اون مبتلا میگردند، آگاهی ندارند، خواستم به سمع شما برسانم. حدیثی است از مادر مؤمنان عایشه صدیقه طاهره مادرمون رضی الله عنها روایت میکند. این در امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث میارد. میگوید یک مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، فریاد زد، گفت یا رسول الله، الکی صبح صادق طلوع میکند، یعنی صبح صادق دمیده است، در حالی که من جنوب هستم، آیا من روزه بگیرم؟ بعد چه عمل انجام بدیم؟ بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، در حالی که عایشه مادرمون میگوید من صدای اون مرد میشنیدم. پیامبر در جواب اون مرد گفت که منم در حالی که صبح صادق طلوع میکند جنوب هستم. پیغمبر گفت یعنی صبح صادق طلوع میکند منم جنوب هستم. اون مرد میگه در جواب گفت یا رسول الله، شما مانند ما نیستید، شما مانند ما نیستید، الله متعال گناه گذشته و آینده شما را مغفرت کرده گیه. بعدا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت از همه کسی که از الله میترسه با تقواترین در روی زمین این من هستم. پیغمبر گفت یعنی کسی که از الله میترسه و تقوا را پیشه میکنه از همه در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. لیکن پیامبر گپ عجیبه در آخر چی گفت؟ و علمکم بما اتقی. لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ امور تقوا رو بهتر از شما میدونم. پیغمبر یعنی که امور تقوا رو از شما بهتر میدونم، که این مسئله را من از شما بهتر میدونم. به همین خاطر عزیزان دل، کدام برادرایی که وقتی که صبح صادق میدمه الکی در حالی که جنوب هستند یا که حالی صبح صادق ندمیده است، میتونن که یک دهن بینی خود را آب گردونن، نشسته طعام بخورن، به حضور بعدا خیسته غسل کنن، یگان باکی هم نداره. یا که رفته و سحرخوری کردن بعد نماز صبح صادق کمی وقت بود، یکی خوابشون برد، احتلامی هم کشیدن، بر روزه اونها یکم ضرر زیانی ندارد، میتونن که اونها چکا کنن؟ خیسته غسل کنن، یگان باکی ندارد، یگان گناه نیست. انشالله فکر میکنم که برای شما این مسئله روشن شده باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.